دهان شستن، دهان اصلا بیرونی اعضا حساب میشه. بنابراین مزمزه کردن اجازت است. یعنی به دهان آب گرفتن ممکن است در وقت روزه. دهان شستن ممکن است با آب. و آب طعم دارد. مثلا آبی شور باشد شما طعمش حس میکنید. یا مثلا به جای آب کالا باشد حس میکنید که شما در دهان کالا گرفتید یا چای گرفتید. طعمش میفهمید. و طعمی زبنای پسته را هم میفهمید. یعنی این شکننده روزه نیست، چون که دهان بیرونی اعضا حساب میشه. لیکن به هر حال اگر خوب است که شما اگر وقتی افتتانید، وقتی سحریه کردید، اول دندانهای شسته با یگان چای یا آب یگان چی نوشیدن گیرید. همین قدری دیگه حاجت ندارد به دندان شستن تا بیگاه، چون که دندانتون یا مراتب شستید. اینه که مسواک اجازت هست. یا مثلا باشد که بدون پسته شستن دندان بیگاه مشکلی. چون این پسته هم را ضرورت بیاد استفاده بردن جایز است، فقط از حلقتان نروت شد. استاد ما چیده همین راه دهیم این اروپا در داخلی ماشین برای همون بعد در اروپا در داخلی ماشین شفیار فهمو شفیار یعنی که مسافر فهمو الله تعالی نگاه دار. بعد چی به همین سحریه میخوریم و بعد سحریه خوردن ماشین فرامده حاجت خود رفتن نکار شاید وقت نرسد برای همون خورسیدم. معلم میتونید اگر مثال بر وقت نتونید شسته میتونید بعدا شوید.